شوهرش به درگاه حق نیست ره اندرش. یعنی شرط چهارمی که برای خواهرها و مادرها، شرط اول نماز، شرط دیوم روزه، شرط سوم مستوره و محجوبه بودن و شرم و حیا داشتن، شرط چهارم روزگی شوهر و رضیت بعلها. بعد همین چهار شرط کدام زنی که با وجود بیارد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت دخل جنت، او زن داخل جنت میشه و منهای باب میشود. از کدام دری که خواهد، از همین 8 در جنت کدامش که بخواد صاحب اختیارش میکنن و همه داخل جنت شد. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخاندروز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. یعنی الحال حقی مردم بیان شد و حقی زنم بیان شد. خداوند خواهر عروس همراه شاهدامان عمری دراز با برکاتی با توفیق عطا کنه. و اخیران هم باز نصیحت ما برای خواهر عروس و برادر ما شهر، نصیحت همین است که در شب اول 2 رکعتی نماز بخونن، یعنی که نماز شکر بخونن، سجده شکرانه به جا بیارن. این کاری هست که پدر و مادر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه همین کار کرده بودن که در شب اول چیکار کردن؟ طهارت کردن، 2 رکعتی نماز خوندن، دعا کردن. از نسل شخصیت پاکدامن خداوند کسی را به دنیا آورد که نصف زیاد مسلمان کره زمین تقلید پیروی او را میکنن. نصف زیاد مسلمان کره زمین. همین ما هم چی هست که همین میخواهیم که شاه عروس در شب اول 2 رکعتی نماز بخونن، سجده شکر کنن، دعا کنن. انشاءالله که در قدم اول زندگی وقتی که رضایت الله حکمی یابند، ما بعد زندگیشون همه دیگه خیر برکت هست. حکوای بر حال کسی که در تویشون در قدم اول زندگی با گناه سر میکنه و عرق خوردن و با فسق و فجور سر میکنه، او زندگیش دیگه ما بعدش خیر و برکت نداره. خوش به حال کسی که در قدم اول به طاعت عبادت برازیگی الله و قانون شریعت عمل کنه و زندگیش چی برقرار و بردوام باشه. این حضرت دنگو دعا کنید. آمین انشاءالله. الهی آمین. پروردگار رو این نصایحی که برادرمان دنگو جان الحال کردن حلقه گوش ما گردن، خاصتا جوان. پروردگار جوانان را غیرت و حیمت و محبت اسلامی را روشون نصیب روزی بگردان که از اون نصایحی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم براشون انجام داده است و علما همچو وارثای علم پیامبر صلی الله علیه و سلم با جوانا و دخترها و پسرها میرسانند، برخوردار گردند، موافق اون عمل زندگی کنند، دستورالعمل حیات خیش قرار دهند. پروردگار عبدالله جان همراه تازه عروسش که الحمدلله از خاندان بسیار نجیب و پاک انتخاب کرده است، از جمعی بلا و گزندها حفظ کرد، جمعی مراد مقصوداش حاصل کرد. خداوند غیرت همت شما بده که حق شناس باشند، گوهر شناس باشند، حق و حقوق همدیگر را رعایت کنند، حرمت احترام پدر و مادر را به جا بیارند تا اینکه حرمت احترام از فرزنداشون ببینند. خداوند از دامانش و فرزندای خوب صالح و حلال زاده به دنیا بیار. امروز ببینید در شب توی نکاح و عروسی داملوهای نازنین قاریای عزیز و حاجیای بسیار مهربان جمع اومدن، همه به خوشی و خرسندی سر این دسترخوان نعمت فرد و پروردگار و فرزندای خوب صالحشون بده که با وجودشون، با فعالیتشون، با علمشون، با تقواشون مسلمانای این دیار افتخار داشته باشند. خداوند توسط تویهای نکاحی که طبق سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار می‌گردند، صف شماره فرزندای جامع اساس با غیرت، با ناموس و با همت زیاد گردان. فسق و فساد و حرام زنا را از این جامعه ما ریشه کم بساز. پروردگار و فیض برکات و خیرات و حسنات خیش را در این منزل
در این محفل، در این محله، در این شهر، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشتن نازل فرما. خدایا انشالله یقین داریم آنچنانه که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر صادق و مصدوق برامون بشارت داده است که حضرت میگه در هر جایی که ذکر یاد خدا کرده بشود، صلوات بر حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده می شود، اوجا رحمت خدا نازل می گردد. ملائکه رحمت او مردم احاطه میکنند، خبر ایشان به آسمان برده می شود. انشالله پروردگار او ملائکه ها را شاهد میگیره که من گناه بنده ها را بخشیدم و دعای بنده ها اجابت می شود. پروردگار را عاجزانه دعا میکنیم، ارواح گذشته هامون رحمت مغفرت کنیم. پروردگار را به بیماران و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. خداوند و به زنا را صاحب زنی صالحه، به فرزندا را براشون فرزندای خوب صالحه نصیب روزی گردان. خدای رزق روزی بنده ها تا فراخ و وسع گردان. فرزندا و برادرامون که دور از دیار هستند در ملک غریبی در پناه امن عصمتت محفوظ دار، سالم و غانم و سربلند تن صحت به وطن برگشته را براشون نصیب روزی گردان. پروردگار را به محبوس و آزادی کامل نصیب روزی بساز. خداوند جمیع بلا و وبا و آفات و ویروس را از این ملک نازنین ما دور گردان. در این مساجد دوباره بروی مسلمانان باز کن تا نمازها را با جماعات مستحبه در خانه های بزرگت انجام بدهیم تا اینکه فیض برکت در ملک سرزمین بازم بیشتر از زایدتر گردد. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. رویات تلاوت شده کلام بزرگت را ثواب این نشیدهای را که ایشان قاری با یک سوز و گداز عجیب در وصف ذات اقدس، در وصف حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم سرود. ثواب این نان و طعام ها را که خیلی خشنودی و رضای تو در روز توی ولیمه فرزندش ایشان یحکم الدین آماده کرده است، اولا به درگاه بی‌نیاز قبول فرمود، بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روحیان حضرت و از امتایی که سعی تلاش می‌ورزند توی نکاحی را طبق دستورات آن حضرت صلی الله علیه و سلم به فسق و فساد انجام دهند، شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و از شفاعتش فرد و روز قیامت شه بچه را همراه عروسش و بابای داملو را همراه اهل خاندانش و مهمانانش با نصیب گردان. بعدا برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه امید دعا دارند، خاصتا به روح ایشان عطام الدین علیه الرحمه و روح مرحوم قاری محمد جان علیه الرحمه. خدای رحمت و مغفرت چون کن. یقین است که انشالله میشدند در این محفل خیر شادی ما شرکت میکردند و آبی دیده میریختند. انشالله در عالم برزخ هم اعمال گذشته ها، اعمال فرزنده و اعمال مقصد که کش تبرو عرض کرده میشود در نزد میت ها، انشالله آگاه و با خبر میگردند. پروردگار روحاشون بالیده بگردان در عالم برزخ. خداوند شه بچه را همراه عروسش مثل قاری محمد جان ما فرزندای قاری و حافظ کل قرآن نصیب روزی گردان. خدایا امید به رحمت شفقتی تو داریم، عاقبت امورمون به خیر انجام ده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.